تلویزیونم گردنم بند باشه. منو برفتی به سرا خودیو. خودی کی؟ خودی هم برار خود. خودی هم برار من ها. انال این جرسه کو آنی ایکی نه سرا بیرو میشه نگاه کو برار منه آنه همو کیف نیه ولا بغالیو کدو کیف؟ کیفی که پولا را آورد اک دوم آدم خوب نگاه کو اون خودی پولا بیرو نشد ولا بغال خود که کیفه ای همونه یا مال امرنگ بسیاره؟ مال امرنگ بسیار نیه گیلک جان شما چی فکر کردین؟ فکر کردیم مالا کم مثل 50 سال سابقه که هر سر بزنیم که هرچی خبر نشه خدا شما رو شرموند خدا و همسایه دوربین داره تا کوچه ای خدا شما رو بشرمونه شما نون و نمک مر خوردیم ایش تبه سفره ما بشیشتیم و نمکدون ملقت زدیم شرم کنیم حیا کنیم انال برم شما رو بدون به دست دولت یعنی مرتکت پولا شما رو برار ما برداشته تو خیلی که کسی نمیفهمه آخه بسته فیلم شما هسته تو این فلان خود برار خب ریختی بیام و تو برار تو بسته کرد خیلی که دیمه همه خود بی عقلم همه خود ساده یم یک چیزی بگو من به دست طالبان نمیده بگو اگه بری برگردن من بشه بر پوزده رو بکنم تا خانده دارم با همه سکنه یخ کشیده بابا به دست طالبان نده بابا من راست خودشون میگو بگو برار من گردنم و من بشه خبر داره که از ما سیوایه کارواری از ما سیوایه و من زنگ که تک دختر خود به تو ندادن با تو گفتم نه باشه گریه نکنم بگون که به من برار من به من زنگ زد امون روز که شما برفتیم گفتیم میرم بازار انگشتر بخریم برار من زنگ زدن من موتر میشیستم نه من میگم برار من به من زنگ زد گفت که کجایی گفتم ما به سرایم گفتن کجای بادار تو گفتم من چون برفتم با بازار بخور خرید کنم گفت بیا انا بیا من اینجا به تاثیراشو با من انا به تاثیرامو با من گفت بیا برفتم من گفت بیا من تو رو اینجا بسته میکنم من پولا میبرم من تو که وقت قایب و گدوز آمده انا به تو 20,000 پولم میدم انا او همین کار که کردن و من لنگم آگاه نبودم ای خدا شما رو بشرمونه تو نگفتی من یک عمر نون نمک هم یار بابا خوردم اشته بری همیت خیانت کنم این زندگی خوب من مسپوره میره من مگر همیت نمک بارو میکنم او مرا خر شیطون پیاد تاکا خودت حالت یاد فکر کردن و بعدش زنگ نزنه شما کار میکنیم من به داشتم مجاهدان نداریم من میزنن کردن و من پشت من نکرم زنگ نزنین کاکا جون بشی زنگ نزنین الو ما مادم خان اشتنیم خوبیم تیار هستیم شکر رد از این گپا را حال یاده یک دفعه بیایم تا خونه من عمال زودی عمال آتش به دست شما نپرتودین زودی بیایم تو حال تیار میکن من بلد نداریم چیکار میشه؟ شهرم نداری تو حیا نداری من نفهمیدم خب بخی برسک در سرا کینه بخی حرم خور شهر با حیوان نداری چه زن بود خلیفی شما چی گفتم؟ زنگ زدن گفتم بیایم با داستان های به شما میگم میتونی چی داستان دیگه همه برار مرد جواب بیامده از این جواب ترگ شهر گفت منو بیامده از جواب نبرفت به سلام همه پولا که نگفتم به شما همه پولا روی درستی کرده برار تو دیدی کرده؟ برار ما درستی کرده مر بسته کرده یعنی انال اینا از این کامران اینجا بسته کامریه انا گفتم دوربین داره انا اینا به تگوشی بدیدم انا گفتم ما با توی چی نمیگم صبر کنم ما با زنگ زدم با پیار تو انا بابا چیکار کنم خوب برار تو گفته من نمیفهم از همون روز ندیدم من خب باشه آدم خلیفی تو یاد کنم خلیفی که ما گرد دنم بابا روی اسیات ما بنفته
یک سر از خودم جنگ میکرد یک ساعت ما باشد اینجا که تو راست خود بگو کی بیده موه سر نشونده چی نمه گفتم ندیدم هر جای زبان نمیپل یک بار گوشی خود دیده خود که آره میکنه بیاین شما بگیم ای دستم حق نداره عمر خبری از این خدمت کرد ای بزرمت آمد بیا سلام علیکم ماما جان جیگر ماما یک عمر به من به چی شما خوبی کردم این مثل اولاد خوب خونه خوب کلون کردم آخه نگاه کنیم خب نگاه کنیم این بچه شما چی کار کردیم ببینیم این بچه شما از کوچه میایسته کنیم خب دقیق سه کنیم ان در میزنه این لگ میای در ما میکنه انا همین جلوتر ان اینجا نگاه کنیم اون که ببینیم ملا بغلی از سرا بیرون میشه این لگ هم میترسه چردی بر نگاه میکنه اینا رو خدا بشرمون نموقتا نفهمیدم که این همسایه روبرویمه دوربین داره بسته همین کوچه فیلم خور میکنه 24 سال آخه این چریت کاری کردی تو لومه چریتی چند دفعه میایم با تو میگم که چی گفه نمیزنی به هیچی هم به من نمیگیم این چه کارا میکنیم اینا عمر خوبش ما خدمت کردم تو بابا بخیر لحظه به بعد جنگ ببینه بچه اصلا بگیم خوشیم یدی که آخه من نمیدونم برار بگفتم که بیا من تو رو بسته میکنم آخه من چه میزنی بابا اصلا شما میدانی برکی بابا من انا لکم با میفهم تو بکی محل زنگ زنیم خودت خودم این محل خودت میشه برای شما چه کنم بیشتری بسید ساده و بریزیم آقا کسای تو هم بیام آدم پیش شما درباره همی جریان دوستی یک دقیقه تان تحت شما بیایی خیلی بینیم خوب هنه من هم تحت رامت حالم خدا حافظ انا لبکیل سای بیام من نمیفهم آخه بابا خب من هم مگردن و من باشم من طولا من نمیگم تو گفته که دختر خود تو ندادم بگی تو بسته میکنم این هر که دختر خود نداد مگر یا خونه مرتکر دردیم یا پولش دوستی کنی خرج زندگی از ما سیوایه چه کاری بیا ماما جو من کاری ندارم انا وکیل صاحب بیای خود وکیل صاحب معلوم میکنه بابا خوب بده در سرای بده که وکیل صاحب بیام ما تعلق شما در سرای یک ساعت بیاده هستم ایجی صاحب کی؟ ایجی صاحب هست ایجی صاحب هستم کی نه؟ ایجی صاحب کار شما ارباب ما ایجی نشدم ارباب ما خلیفی ما نه اون ایجی شد ایجی شدم خبر ندارم یا الله یا الله یا الله یا الله ایشته توی که کاری کردی با چی بگم ایجی ماما بیخی بساختم بود آتش افتادم هر روزه که خبر شدم که ایده کاری کرده من میگفتم این چه خبری یا الله یا الله سلام علیکم بیشتری وکیل صاحب جان شما جوره تیار هستی وکیل صاحب خیرتیه خیلی خیلی شما خود وکیل صاحب همون جریان بیام آدم با شما بگفتم که سال پول بیاوردم و پول پیشکش دخترم من 10,000 ریپر بیشتر بودم برفتم با بازار 2,90,000 ریپر خود برار خوب بیام آده این بسته کرده و این بسده و برفتم دان سرام و مقلم رسول خدا او خیر بده دوم همی کوچه دوربینشون ده هنی فیلم بیرو که برای ما بداد که اینا خود برار خونخشه رختم میایه خود کیف پول از سرا بیرون میشه کیف هم بلا بغل میکنه شما فیلم دارید؟ بله ها هنی ثبوت هست؟ بله ها همه چیز هنی براریو میایه در میزنه نگاه کنی هنی در بسته هنی به اینجی هنی براری کیف بلا بغلی میبینیم بیرون میشه وکیل صاحب برار ما از ما سیواه با ما گفتن دختر خوب تو اینا ندادم بیا ما تو رو بسته میکنم پولا رو میبرم 20,000 هم من میدم با تو میدم تو هیچی هرچی که تو رو بسدم اصلا گفتم تو رو نمیزنم
اصلا اونا بویی نمیبرم. میگم دوزا آمده تو که ما بسته کنه بیا من دست با من بسته که تحریم بسته که کم پالرم بنده خوشی چی بید بالمه. ای خدا طور بشرمونه. بگیریم گوشه خب. خب تو همون در مدت اینم پیار منم. میفهم تو با همون در مدت جونانمه رئیسه شما یک اولاد از شما بعیده. من بگفتم ولی نگفتم هر کاری که سر نمیاریم هر بلایی که میاریم حقی نداریم. من به جمعی ندیم پست من بکنم. پست تو میکنم باشه که پست تو بکنم که در تو فنیادشه به امثال تو فنیادشه که اگه یک مسلمان به شما خدمت میکنه خدمت از اون نادیده نگیری. این اجی صاحب محترم چند سال آخه تو من خونه تو من خونه کلون شدی آخه اجی ما شما همین ناتی آخر او گو با من کی گو با تو؟ برار من برار تو بد کرد برار تو بی چای خود به چای بنده تو خود به چای میندازی؟ نه حالا کجای برار تو؟ من 10 روز 8 روز ندیدم. خوبه رئیسه بله چه شما کجای؟ خبر ندارم سرا و خونه و جا و جگاه سیواه بیشتر خبر ندارم شما پیاره مگر خبر شما پیاری هستم خونیم سیواه خونه و جا و جگاه زندگی زنه بچه از سیواه دیگه ما چی خبر دارم کی شما میای یک کارو بکنیم کوشش کنیم که همون نکنیم به دستم همکاری داشته باشه من خودی رو تحویل میدم باشه خوب کار میکنم شما اختیار خوداریم حق رئیسه میل میبرم ببری. او دیگه تعلق با شما داره بعد از اون شما چیکار میکنید؟ مگه اجازه شما باشه ما میگم این رموغزه کنیم وکیل صاحب. ما فقط پول خمو. دیگه هم این آدم ما نماییم. به من پول ندار که زنم من باشه کو 20,000 تو منو یک ریپی ندار. حاجی صاحب همین خوب از ما ببرم ما و شما بریم به دولت همین تحویل دیم فکر کنم از این بیچاره ساده چی معلومه میبینیم این به زبون خو میگه میگه که برار ما گفته 20,000 هم به تو بدم آدم ساده ایران بینوایی خب پیار از این ما چند ساله که شناخت داریم خود ما و شما شناخت داریم آدم محترمه آدم خوبه و یه چیز دیگه ایست شما بیایم نظر اینه شما پول خوبه درسته بیایم مشت پوشیده و 1000 دینار همین عزیز محترم شما ویلا تو بابا جو همین پولوکا از اونا پیدا کنیم گردنم بند باشه اگه من یک ریپی پیش به برای باشه خود پیدا کن عزیز باقات اینا هم کمک میکنه برای خود پیدا کنیم همین پولوکا رو بیاریم یا من یا خود شما همون احترامونه بیاریم دست عزیز بدیم عزیز نظر ما همینه بیشه خواب نظاره. آدم ساده ایران این بده دولت چیکار کنه اینو میذارم میکنه آخر همین گپ من خودتگی نمیفهم خیلی بکن بگیری من به شما راست و خور بگفتم. خب حالا که راست گفتی کوشش کن که خدا و بابا خینا همکاری کنی خدا ایسه برار خود پیدا کنیم پول کار بیاریم به دست ایسه تعویض من بندی نمیکنم. نه بندی نمیکنیم باشه پولا رو بیار تو کار ندارم. من بیرون نمیکنیم. خب باز از آخر تصمیم میگیرم. خوبه. با تو نگو پورا تو با کجا میرم با کجا نمیرم نه از روز ندیدم. امروز 8 روز میشه. نگو با تو 20,000 میدم که 20,000 نه همون که من بسته کرده بدون دیگه با ندیدم. تو پول ندار نه میبینیم ایسه یه از اون سادگی از ایسه من بسته کرد. برازی گفته 20,000 با تو میدم این بیچاره هم گفته والا 20,000 میدم خب خیر ولی از این موضوع گردن من باشه دیگه بسیاری وکیل صاحب ما با خاطر 20,000 پیار من باب شفاخونه یا تاشون برج 4.5 ماهش دارم باب شفاخونه یا خب بابا شفاخانه هم من خبر دارم تو هم مثلا نمیفهمی که مثلا هم مشکلات هم غرق نکنید این کارو خب خیر حالا میگذاریم فقط ناز داریم از این بیشتر دل شه حالا کم بریم به جستجوی بشیم حداقل این پول پیدا کنیم بریم دست اینجوری تحویل من یلیوم برو خود پیار پول پیدا کن. بریم بابا بریم بابا ایسه محترم به نظرمه این پولکا خود کوشش کنه میگه حالا که بردن خوب بودم میگه بود دادن به دیوانگی سوندن روشیری حالا که این پولکا خود از اینا بستونه به نظرمه این آدم به درد شما نمیکنه امروز که این کار کرد صبح یک شکار دیگه میزنه فهمیدیم با من اجازه هست اگه باز کار خدمت یود با خدمت چه کنم با امان خدا همین کارو بکن سادگی هم به درد نمیخوره که این سادگیه. خوب دیگه حالا سیب همیته بوده تا به حال همیته اتفاق نفتاده از سادگی از این استفاده کنم خوب بمیدیم خب بخیر باشین خداحافظ خدایا هم بر به سوی خوب